سلام و وقت بخیر همراهان عزیز، خوش آمدید به فصل اول قسمت ششم برنامه بازار. در قسمت های قبلی ما در مورد مدل های تجارت آنلاین، انتخاب بازار، انتخاب محصول و تولید محتوا و بازار دیجیتال صحبت کردیم. امروز می‌خواهیم که سراغ یکی از مهمترین عوامل موفقیت برویم: مدیریت مشتری و خدمات پس از فروش. فروش تنها پایان کار نیست، بلکه آغاز یک رابطه است. با من جواد امیر همراه باشید. اهمیت مدیریت مشتری. امروزه تجارت آنلاین افغانستان روز به روز در رقابت است. موفق کسی است که مشتری را یک بار نه بلکه برای همیشه نگه می‌داره. پس اهمیت از این است که ما باید رفتار درست، هرچند که اگر ارتباط آنلاین است، باید رفتار درست با مشتری داشته باشیم. دومی که ما باید پاسخ سریع به مشتری بدیم. وقتی که مشتری با همراه ما تماس میگیره، ما باید پاسخ سریع برشان بدیم، چون این اهمیتی است که ما به مشتری میدیم. نکته سوم که بسیار مهم است، احترام به زمان مشتری است. ما باید به زمان مشتری احترام بگذاریم. وقتی که ما به زمان مشتری احترام بگذاریم، مشتری فکر میکنه که ارزشمند است و بارها و بارها از ما خرید میکنه. پس این نکته هایی است که ما به مشتری اهمیت میدیم. اینا را همیشه باید مد نظر داشته باشیم تا تجارت آنلاین ما بیشتر رشد کنه و مشتریان بیشتر جذب بکنیم تا رشد بیشتر بکنیم. موضوع دیگه خدمات پس از فروش است. خدمات پس از فروش یعنی ای که ما در بازار آنلاین ما، در تجارت آنلاین ما خدمات پس از فروش داشته باشیم. چند نکته بسیار مهم است در خدمات پس از فروش. یکی که ما باید وقتی که جنس به مشتری تحویل میتیم، باید اطلاعات از این داشته باشیم، یعنی باید از مشتری احوال بگیریم که جنس برشان سالم رسیده نرسیده. این بسیار مهم است، چون مشتری اعتمادش بر تجارت آنلاین ما بیشتر میشه. و نکته دوم که مهم است این است که ما یعنی واپسگیری باید داشته باشیم. واپسگیری یعنی چی؟ یعنی وقتی که جنس اگر مشتری خوشش نامد، یا تبدیل میکنه یا هم پول خود دوباره پس میگیره. این تبادله جنس باید وجود داشته باشه. و نکته سوم که بسیار مهم است، پیگیری است. پیگیری از چی؟ از مشتری. ما همیشه باید پیگیری داشته باشیم. وقتی که ما جنس را به مشتری روان میکنیم و مشتری تحویل میگیره، ما باید دوباره ازش پیگیری بکنیم، مسیج بکنیم برش که آیا از جنسی که شما خریدید یا گرفتید راضی هستید یا نیستید. این اعتماد مشتری را بیشتر میسازه و باعث میشه که مشتری بیشتر و بیشتر از ما خرید بکنه. خوبی های تجارت آنلاین چی است؟ خوبی های تجارت آنلاین این است وقتی که ما جنس به مشتری میفروشیم، مشتری رضایت کامل از جنس ما نشان میده. وقتی که رضایت کامل داشته باشه از جنس، پس حتما این تعریف از تجارت آنلاین ما را وقتی که مسئول برش رسیده و راضی است، با دوستان خود شریک میکنه. این یک مارکتینگ بدون هزینه است. یعنی ما مارکتینگ بدون هزینه میکنیم. چرا؟ چون تجارت ما در سرحد رشد کرده که مشتریای ما همیشه از ما راضی است و بدون کدام هزینه بر ما تبلیغ میکنن. این باعث میشه که مشتریای بیشتر جذب بکنیم. در این ویدیو با هم یاد گرفتیم که چگونه مشتری ما را مدیریت بکنیم و خدمات پس از فروش داشته باشیم. اگر این ویدیو برای شما مفید بود، پس حتما چینل ما را سابسکرایب بکنید تا از ویدیوهای بعدی جا نیفتید. موفق و پر انرژی باشید.